رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در 10مین سال هجرت با جمعی از مسلمانان تصمیم به انجام مناسک حج گرفت. خیل عظیمی از مردم از قبایل و طوائف مختلف به مدینه اومدن تا پیامبر رو در حجة الوداع همراهی کنند. روز شنبه 24 ذیقعده پیامبر پیاده از مدینه خارج شدند و به سمت مکه به راه افتادند. بعد از انجام مناسک حج، پیامبر در راه بازگشت به مدینه در روز پنجشنبه 18 ذی‌حجه به قدیر خم که در نزدیکی جحفه است و راه اهل مدینه و مصر و عراق از اون منشعب میشه رسیدند. قدیر خم منطقه‌ای بود در میان مکه و مدینه، بر سر راه حاجیان قرار داشت و به خاطر وجود برکه‌ای که در اون آب باران جمع میشد به این نام مشهور بود و البته به سبب وجود آب و چندین درخت کهنسال محل توقف و استراحت کاروانیان بود، اما گرمایی طاقت فرسا داشت. پیامبر دستور دادند که قافله بایسته. جبرئیل امین فرود آمد و این آیه را نازل فرمود: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ای فرستاده خدا، آنچه که به تو نازل گشته را به مردم ابلاغ نما. امین وحی الهی از طرف خداوند به پیامبر امر کرد که علی علیه السلام را به ولایت و امامت معرفی و منصوب کنه. اونها که از قدیر خم رد شده بودند به امر پیغمبر صلی الله علیه برگشتن و اونها هم که به دنبال قافله بودن رسیدن و متوقف شدن. وقت اذان ظهر که فرا رسید، پیامبر نماز ظهر را با همراهانشون ادا کردند. بعد از نماز روی تپه‌ای که از جهاز شتران ترتیب داده بودند قرار گرفت و با صدای بلند خطبه خوندند: ای گروه مردم، همانا خداوند مهربان و دانا مرا خبر داده که دوران عمرم سپری گشته و نزدیک است که دعوت خداوند را اجابت نمایم و به سرای باقی بشتابم. بیاندیشید و مواظب باشید که پس از من با دو چیز گرانبها و ارجمند که در میان شما میگذارم چگونه رفتار مینمایید. یکی از حاضرین ناگهان فریاد زد: یا رسول الله، آن دو چیز گرانبها و ارجمند چیستند؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: اول از آنها کتاب خداست، آن را محکم بگیرید و از دست ندهید تا گمراه نشوید، و دیگری اطرت و اهل بیت من می باشد. سپس دست علی علیه السلام را گرفت و او را بلند نمود به طوری که مردم او را دیدند و شناختند. سپس فرمود: همانا خدا مولای من است و من مولای مؤمنین و از خودشان بر آنان سزاوارترم. پس هر کس که من مولای اویم، علی مولای او خواهد بود. پیامبر این سخن را 3 بار و بنا به گفته احمد بن حنبل پیشوای حنبلی ها 4 بار تکرار کردند و بعد دست به دعا برداشتند که بار خدایا، دوست بدار هر کس که او را دوست دارد و دشمن دار کسی را که او را دشمن دارد و یاران او را یاری فرما و خار کنندگان او را خار گردان و او را معیار و میزان و محور حق و راستی قرار ده. و از مردم خواستند که این اتفاق مهم رو به غائبین هم اطلاع بدن. هنوز جمعیت پراکنده نشده بود که امین وحی الهی رسید و این آیه رو نازل کرد: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. و جمعیت حاضر شروع کردند به تهنیت امیرالمومنین علیه السلام و این ابوبکر و عمر بودند که از مردم عادی پیشی گرفتند و به علی ابن ابی طالب تبریک گفتند که بر تو مبارک باشد ای پسر ابی طالب که از امروز به بعد مولای من و مولای هر مرد و زن مؤمن گشتی. حادثه مهم قدیر توی کتاب‌ها و آثار امامیه هم بازتاب داشته و روایات مسند بیشماری برای اثبات قضیه قدیر وجود داره و دانشمندان اهل سنت هم توی ثبت و ضبط این روایات دست کمی از شیعه نداشتن و اونها هم این واقعه رو محقق میدونن و به صحتش معترفن. از کتب اهل سنت میشه به کتاب تفسیر اللباب ابن عادل و ارشاد العقل السلیم محمد ابن محمد العمادی اشاره کرد. نمونه‌های فراوان دیگه‌ای مثل کتاب سنن ترمذی محمد ابن عیسی، فتح القدیر آلوسی، الکنا و الاسماء دولابی احمد بن حماد بن سعید، الدر المنصور جلال الدین سیوطی هستند که همگی به حقانیت قدیر
و ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی